در چهاربینی مذکور معاون سروزیر کشور سلیمان زیازاده و از جانب ترکمنستان معاون رئیس دیوان وزیران این مملکت عطاخلیف تنگرگل اشتراک نموده آیل به موضوع همکاری‌های تجارتی و اقتصادی و علمی و تکنیکی سخنرانی نمودند. در جریان کار کمیسیای طرف‌ها آیل به اجرای قرار برگزار گردیده جلسه 11 کمیسیا که 9 و 10 نوامبر سال 2022 در شهر اشکاباد دایر گردیده بود اطلاع دادند. یادآور باید شد که دوام سال 2022 حجم گردش سودای خارجی متقابله با ترکمنستان 52.9 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داده در قیاس با سال 2023 به اندازه 30.7 میلیون دلار یا 2.4 مرتبه افزایش یافته است. حصه گردش مال با ترکمنستان در حجم عمومی گردش سودای خارجی جمهوری تاجیکستان 0.7% را تشکیل داده در ساختار گردش سودای خارجی جمهوری تاجیکستان در جای 16 قرار دارد. جلسه 12 همکاری‌های بین حکومت‌های جمهوری تاجیکستان و حکومت ترکمنستان است و دوام همه این سال‌ها تجربه نشان داد که ما باید هرچی بیشتر و بیشتر در تکیه به سیاستی که پیشوای ما پیش گرفتن در مسئله مناسبت‌های منطقوی ما باید با همسایه‌های خود مناسبت‌ها را نزدیک کنیم و با جمهوری ترکمنستان که یکی از کشورهای نسبتاً با از نقطه نظر تامینی سوژواری است ما باید همکاری زیست داشته باشیم. تفاهم نامه‌ای که بین دو رهبر کمیسیون امضا می شود نشان می‌دهد که ما هم در ساحه صنعت هم در ساحه کشاورزی هم در ساحه فرهنگ هم در ساحه خدمت رسانی همکاری زیست داریم. صادرات مال به ترکمنستان از تاجیکستان در این دوره 0.8 میلیون دلار و واردات از ترکمنستان 52.1 میلیون دلار را تشکیل داده است. دوام ماه‌های ینور و اکتبر سال 2023 حجم گردش متقابله سودای خارجی با ترکمنستان 36.9 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داد. بغیر از این در این دوره بابت رشد و گسترش همکاری‌ها در ساحه‌های مورد توجه طرفین یک قطار سازش‌نامه‌ها به امضا رسانیده شده و همکاری‌های من بعد در سن‌های همکاری افضلیت داده می‌شود. در رفت کار جلسه طرف‌ها راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجارتی، تکنیکی، علمی و فرهنگی را دریافت نموده مسائل زیرین را مورد بررسی قرار دادند. همکاری‌ها در بخش کشاورزی، مهنت و حفظ اجتماعی اهالی و همکاری‌ها در ساحه علم و معارف همچنین در بخش فرهنگ و صنعت. یادآور می‌شویم که جلسه 12 کمیسیای مشترک همکاری‌های تجارتی و اقتصادی و علمی و تکنیکی تاجیکستان و ترکمنستان تا 28 نوامبر ادامه خواهد کرد.